رد فلگت چیه؟ یوتیوبر باشه. چی کنسله؟ کسی که بگه چی کنسله. خب بریم تو استقامت دارم. ببین یه تونل زمان میخوام برات بزنم، بریم خیلی قبل. از 1 تا 10 به خودت چند؟ نه اصلا اونا بعدنه. چیز اول اینکه تو، من نمیدونم چند سالته. 22. بریم مثلا 15-16 سالگی. مثلا اون موقع چیکار میکردی بیشتر؟ درس میخوندم. نرد؟ آره تلاش میکردم نرد باشم ولی نبودم. یعنی اینا بودی که نمیخونن میرن امتحان میدن بعد میشن یا خوب میشن، یا اونایی که نه خیلی میخوندم میرفتم خوب اوکی بودم. چی خوندی؟ مهندس پزشکی الان. بعد چیز بودی از اینا بودی که دوست و اینا زیاد داری، یا اینکه ببین محدود بود؟ دوستان بیشتر از طریق مجازی بود. یعنی من کلا از 19 سالگی من خودم ادمین پیجایی بودم که مثلا 200 بودن. بعد کلا کانتنت کریتور نبودم ولی خب از محتواشون استفاده میکردم و توی پیجم میذاشتم ادیت میزدم و 5-6 سال ویوهای پیش خیلی زیادی هم میگرفت. ویو میگرفت 5-6 سال پیش. 5-6 سال پیش. ببین من کلا از 15 سالگی ادمین شروع کردم ولی پیج که خودم راه اندازیش کردم 17 سالگی بود. 17 سالگی من پیج قصد فارسی رو زدم. من میدونی همیشه چی میگم؟ من میگم مثلا موقعی که خب من مثلا 31 سالمه، خب موقعی که مثلا من 15 سالم بوده اینجوری اینستاگرام دست من نبوده دیگه، نمیفهمیدم که مثلا یا مثلا یه تریبون نداشتم. تو داری بزرگ میشی کلی اشتباه داری میکنی. مثلا من 16 سالگیمو ببینم اینجوری هم که بابا آروم بگیر، اینجوری نکن. بعد فکر کن اون الان یهو یه تریبون خیلی گنده داره. این یکی از ترسناک ترین چیزاست که تیک تاک هم بذاره ترندش کرد. مثلا تیک تاک رو معروف کرد یه سری آدمایی که سنشون پایینه یه شهرت خیلی عجیب غریب میگیرن و چون شهرت عجیب گرفتن یهو ممکنه بیان یه سری حرفایی بزنن که به خاطر تینیجر بودنشونه. چجوری گذشت کلا تینیجری و اینا؟ ببین من راستش از همون 15-16 سالگی به فکر این بودم که مثلا درآمد داشته باشم. چون دروغ بگیم واقعا درآمد مهم بود برام. من کلا اون موقع دستم تو جیب خودم بود. حتی آزمونایی که میدادم برای کنکور یادم یه سری آزمون شرکت میکردم که بعد این مبلغی رو مثلا تعیین کردم براش. خودم مثلا از طریق ادمینی و اینجور داستانا بیشتر دغدغه مالیه بود اون موقع که مثلا رفتم توی کار ادمینی اونجور داستان. از اون موقع یعنی می‌خواستم من الان هیچ چی بلد نیستم، می‌خوام پول در بیارم. و یوتیوب هم اون موقع دنبال می‌کردی؟ یکی از هدفایی بود که مثلا گفتم ببین من دست نیافتنیه، مثلا نمیتونم همچین کاری کنم. تو بودم که مگه میشه، ولی خب بعدش شد. یه سوال بود جلوتر می‌خواستم ازت بپرسم، مثلا الان چون گفتی چند درصد خودت آدم خوش شانسی می‌دونی؟ خوش شانس توی اتفاقایی که برام میفته کاری. ببین آخه خیلی 50-50. یه سری اتفاقا واقعا مثلا بلایندت واقعا چیزی بودش که خیلی مردم استقبال کردن و واقعا شانسی بودش به نظر من. شانسی و کیفیتی. بلایند دیتا نگهدار باید برسیمش. اینکه تو خودت یوتیوبرها رو دنبال می‌کردی، کیا رو دنبال می‌کردی ایرانی‌ها رو؟ میا کوروش، ایمان و آریا. قشنگ اوجیای یوتیوب. آره از اون موقع مثلا من کسایی که ترندم میشدن این وسط هم نگاه میکردم. یعنی کسایی که یهو ترند میشدن ولی خب دوباره میومدن پایین، این بالا پایین داشتم، چون نوسان داشتن هم نگاه میکردم. خارجی هم می‌دیدی؟ خارجی چنلای چیزو میدم، چنلایی که حول محور نمیدونم دیتینگ شو اینجور داستاناست. از همون موقع. آره کسایی که مثلا چیز میکردن خودشون پشت یه برندی بود، برند کاتو نمیدونم چی اینجور داستان. اون خیلی خفنه. اوکی واقعا اون خیلی چنل خفنیه. بعد خودت که چند سال یوتیوب استارت زدی؟ من فکر کنم یه 2.5 سالی هست، 2 ساله. اولش هم چیز بود خیابونی؟ نه اولش خیابونی نبود. اولش من گوشیو میذاشتم اینجا و یه دونه میکروفون سیمی وصل میکردم به گوشی به جای شارژر گوشی. بعد از زیر لباس میدم بالا. آره میدم بالا و اینجا با چسب وصلش میکردم. خاکخوریای قضیه یوتیوب هم اینجوریه دیگه. یعنی اون اول مثلا صدات بعد اینا، بعد اونا رو که پاک نکردی؟ نه هنوز هست. خیلی حال میده میری اونو نگاه میکنی بعد آخریه رو نگاه میکنی. آره خیلی هم میگن که باید با کیفیت خیلی اوکی شروع کنیم. میگم که تو شروع کن حالا که من برید ویدیوهای قدیم من نگاه کن، اصلا میبینید با چی شروع کردم. یه میکروفون سیمی از میبرم، یعنی واقعا با سیمی تو خیابون راه افتادم با همون سیمیه، توی کات هست سیمش، از یک تا تا چند میدید. بعدش من رفتم میکروفون گرفتم، حالا
گوشی ما یه ذره آپدیت کردم، ولی خب اینطوری شد که من محتوام شد استودیویی کلا. درونگرا یا برونگرا؟ میانگرا. میانگرا رو من اولین بار اصلا واقعا تو ویدیو خودت شنیدم، اصلا میانگرا. خب میدونی چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه مثلا برای من خیلی سخته میکروفون بگیرم برم تو مثلا تجریش برای منم سخت بود. من رفتم تو دقیقاً رفتم نگاه آدمای جوریه. آره همینطوره. چرا؟ خب ولی تو با این قضیه اوکی بودی یا داشت مثلا یه ذره اینسیکیور میکرد قضیه رو؟ ببین یه ذره سخت بود، مخصوصا توی ایران. راستشو بخواید من حالا جزو اولین مصاحبه کننده‌های خیابونی بودم که تو ایران رشد کرد. یعنی اول از همین 1 تا 10 که بود، من این دهشو تو خارج دیده بودم کسی واقعا شمامش رو نداشت مثلا بیاد توی خیابون مثلا از بقیه روسری تا در فرانک بود بیشتر میمونه. آره مثلا آره دوربین مخفی آره نبود. فرانک اینجور داستانا خیلی زیاد بود توی ایران. اونم خیلی جرأت زیادی میخواد. اون جرأت بیشتری میخواد. آره. حتی آره تو و چنل کاباره 2 تا چنلایی بودن که اون اول بلایند دیت آوردن، ولی یه ماجرایی هست از لحاظ تاریخی که اولین ویدیو بلایند دیت مثل که توی چنل کاباره بوده. چرا دروغ بگم؟ واقعا من چنل حالا من حتی موقعی که ویدیوی اولین بلایند دیت هم گذاشتم چنل کاباره رو توی استوریم تگ کردم، گفتم آقا اولین چنلی که بلایند دیت رو شروع کرده چنل کاباره بود. اینو من گفتم و اتفاقا با هم صحبت کردیم. آره خیلی اتفاقا دوستانه بود همه چی. تو چیز سرش کردی؟ سفارش غذا آره. نبود. یه کارهای عجیب غریب باش کردی کلا. 3مین برنامه بلایند دیت بود وایرال شد فکر کنم. آره برنامه ساده. یعنی خودت مثلا برات عجیب نبود یه ویدیو آپلود کردی تو یوتیوب مثلا فرداش 1 میلیون؟ خیلی عجیب بود. ما اینطوری بودیم که یعنی تست می‌کردم که مثلا مایکل جکسون چیزی هم یه بودن که این ویدیو رو نکن و مثلا از این استودیو به اون استودیو، اصلا از این هماهنگی به اون هماهنگی. ببین یه فازی برداشته بودیم مثلا من و تیمم اینطوری بودیم که سوژه بعدی رو باید هماهنگ کنیم، استودیو رو اوکی کنیم، سفارش غذا رو ویدیوشو باید بگیریم. خیلی دوران خفنی بود، خیلی دوران خفنی بود برای خودش. الان درست حرفه‌ای تر شدیم و یه ذره این جنب و جوش خوابیده، ولی بازم واقعا کارمو دوست دارم. هر چقدر بگم که آقا مثلا خیلی سخته، بازم دوستش دارم. یعنی مثلا به خاطر این علاقه است بیشتر دارم ادامهش میدم که فیدبک های مردم دوست دارم. من یه چیزی میسازم دوست دارم کامنت ها رو ببینم، فیدبک مردم ببینم که مثلا در مورد این چی میگن. عمده کسایی که مثلا دنبال میکنن بلایند دیت مثلا تو خیابون میبینی چه جوریه؟ مثلا رنج سنی ها چه جوریه؟ رنج سنی یه بار بود من اصلا کلا پیجم بسته شده بود و حالا به دستور من تو این داستانا به مشکل خورده بودیم. اون دوران خیلی سخت بود برام. من داشتم راه میرفتم دقیقاً بعد این من در اومده بودم از اونجا و من یه زن مسنی رو دیدم که دقیقاً موهاش سفید شده بود و اومد سمتم و گفتش که تو خودشی؟ و گفتم که آره خودشم. بعد واقعا بغلم کرد. من اینطوری بودم که مرسی، اصلا به اون لحظه به همچین چیزی نیاز داشتم. یه چیزی بودش که یادم نمیره هیچ وقت. چون توقع نداری دیگه اون سنو، آره میدونی؟ اصلا توقع نداشتم. دیتینگ شو اینا همه جای دنیا هست و عمدتا خب تینیجرها و کسایی که سنشون پایین تره مثلا طرفدارشن، ولی یه زنه مثلا چندین و چند ساله اونش که ولی اونم میدونه مثلا به مشکل خورده بودیم. اون ماجرایی که به مشکل خورده بودی و اینا و بعدش برگشتی دوباره داستانی شروع نشد؟ چون ببین مثلا دارم میگم من از بیرون آدما که نگاه میکنن برنامه‌های تو رو یا برنامه‌های مشابهو اینجوریان که الان دیگه داره همچین چیزایی درست میشه، اوکیه، یعنی مشکل خاصی نداره. ببین بخوام حالا بگم واقعا خیلی برنامه‌های دیگه داره درست میشه داخل همین ایران. حالا تو خارج از ایرانه که ما کلا فاکتور میگیریم چون که قضیه شده است. الان خیلی چیزا داره اینجا درست میشه. خیلیاشونم خودت وقتی میبینی یه جوری حالتی به دست میده که نه این چی میگم، اصلا یه کلماتی توش استفاده میشه که اصلا خودش باعث میشه که زده میکنه. آره زده میکنه مخاطب. به نظرم واقعا مخاطب الان خیلی گارد گرفته نسبت به این موضوعات، به موضوع شو، دیتینگ شو کاملا گارد داره و حقم بهش میدم با توجه به این چیزایی که درست شده. یه کلمه میگی که مثلا اینطوری که چرا همچین چیزی مثلا جلوی یه دختر داری میگی که مثلا دختر جلوی پسر. ولی یه چیز هم هست، مثلا تو وقتی با یه کانتنت این مدلی چنلت میگیره، همه مخاطبایی که اومدن سمتت از این طریق اومدن دیگه، خب تو دوباره باید همینو
با یه فرمت دیگه ادامه قراره دیگه. آره. یعنی شاید تو الان واقعا ته دلت دوست داری یهو ریسک کنی بری کلا یه کار دیگه ای بکنی و اصلا هیچ ربطی به دیتینگ شو نداشته باشه. دارم کار میکنم. آره ولی خب یعنی پروژه بعدی نخه. تا حالا شده که برای اینکه یه نفر بیاد تو برنامه‌ات هزینه کنه؟ ببین خیلیا پیشنهادشو دادن، ولی خب راستشو بخوای قبول نکردم کلا. یعنی سند و مدارکش هم موجوده که قبول نکردم، چون که یه چیزی که هستش، من و تیمم انتخاب میکنیم طرف مقابل و برام مهمه که طرف شخصیتش، پیجش، کاریزماش چی باشه. ممکنه مثلا من یه هزینه بگم از یه طرف بیارمش داخل برنامه، یه شخصیتی باشه که کاملا اصلا کسی قبولش نداشته باشه. این چی میگم؟ این کلا برای برنامه من اوکی نیست. همچین کسی من بعدن ممکنه یه سری دیگه که میخوای بیاری تو برنامه نیارن دیگه. نیان یعنی. حالا اون به کنار، بیشتر بحث اینه که کیو تو بولد میکنی. این خیلی مهمه. چه کاراکتری رو بولد میکنی؟ کسی رو داری بولد میکنی که قبلا مثلا ببخشید اینو میگم ولی خب قبلا رزومه‌شو چک میکنی که تا الان به کسی آزار جنسی رسونده یا نه. مثلا تا الان این چیزی بوده، مثلا من وجهه توییتری و سوشال مدیا آره چی بوده؟ یکی میخواستم بیارم، خیلی سرچ کردیم راجبش، خیلی آقای خوب، خوش بر رو، بعض اون طرف کاریزما، شغلش عالی بود. بعد مثلا ما ریسرچ کردیم در موردش، دیدیم که آقا این موضوع هست، طرف پیله و اینجور داستانا که ما کلا کنسل کردیم. چون که چرا کسایی که برنامه میبینن فقط ظاهر رو میبینن، بعدش مخاطبای من ممکنه تینیجر باشن، ممکنه سنشون بالا باشه. تینیجرها ممکنه مثلا بخوام یه پیامی بدن یا چیزی کنن، ولی خب این وسط اوکی نیست. یه چیز دیگه هم هست، مثلا من به عنوان مخاطب برنامه رو نگاه میکنم، اون آدمه که میاد اونجا خیلی موقع میشه که من وایب فیک بودن میده. یعنی انگار اون آدمه داره جلوی دوربین، اون کسی که واقعا پشت دوربینه نیست. تو خودت اینو میگیری از آدمو به عنوان هست برنامه یا نه؟ آدم داریم تا آدم هست به قراقاتیه. آره هست. خب درصد نمیتونی بگی؟ ببین هست، ولی حدود 40% اینا. 40 فیک 60 ریل. آره. توی یوتیوب کسی بوده که مثلا ببینی کانتنتش و اینجوری باشی که کاش اینو من میساختم، یا مثلا من اگه میساختم اینو بهتر میساختم؟ سختی یه سری سفتی. ببین آخه دارم فکر میکنم واقعا باید بدونم چی به چی. آخه نبوده واقعا. اگه من بهتر میساختم و مثلا من راستش بخوای چنل کابره رو دیدم بلایند دیتاشو، گفتم که من میتونم اینو بهتر بسازم و واقعا هم ساختم. چنل کابره خیلی خوب بود برای اول شروعی که کرد، استودیوش، رنگش، همین شالی بود. ولی خب یعنی بهتر شدش بلایند دیتا، یعنی جوری بلایند دیتا من دیدم که بهترین بلایند دیتی بود که حالا ساخته شد از نظر خود مردم. و من واقعا مرسی از همه کسایی که این نظر رو دارن. اون بازیگریه چی بود؟ واقعا توش حرفه‌ای نداشتیم و یه چیزی بودش که فقط رفتیم داخلش. و ببین بخوام بگم پشیمون نیستم دروغ گفتم، ولی حداقل امتحانش کردم. آقا چقدر مگه بخوام زنده بمونم؟ آقا من اینا رو امتحان میکنم، یا جواب میده یا جواب نمیده دیگه. من اگه بخوام هر کاری بکنم پرفکت باشه که اصلا نمیشه. توی یکی از برنامه‌های قبلی که داشتیم راجع به دیتینگ شو صحبت میکردیم و اینا. خب بعد کسایی که سن و سالشون بالاتره مثلا دیتینگ شو رو نگاه میکنن، این نظر رو دارن که این برنامه علاوه بر این که اینترتینمنت و حالا برنامه فانه دیگه، خیلی مثلا اینجوری نیستش که دارن مثلا چه میدونم اورانیوم غنی میکنن که یه دو نشستن دارن حال میکنن میگن میخندن. اما از یه روی کرده دیگهش اینجوری بهش نگاه میکنن که این یه حالت روانشناسی و روانشناختی هم داره. خب یعنی تو وقتی مثلا میگم اگه من دیگه نمیتونم با تینیجرها، اصلا تینیجر تو برنامه‌ت نیومده فکر کنم، یعنی همه بالغ اومدن. 18 ساله دانیال 18 سالش بود. خب اوکی. مثلا اگه یه پسر 18 ساله با دختر 18 ساله مثلا داره دیت میکنه، شاید من چون با طرف مثلا 13 سال اختلاف سنی دارم برام جالبه ببینم الان برای 18 ساله ها چی معیاره، یا مثلا حالا علاوه همون روان شناختی و فلان تو چه
فرمتی برنامه داره اجرا میشه. تو خودت چند درصد واقعا رک بگو، اگه نیستم اوکی، اگه نباشه چند درصد به اون سایدش فکر میکنی تو برنامه؟ ببین کلا این داستان رابطه چیزی که به نظر من جدیه، چون که هممون تو زندگیمون تجربهش میکنیم، ازش ضربه میخوریم و یه چیزی که من دوست ندارم مثلا حالا تو برنامه اتفاق بیفته این که کسی بیاد مثلا بخواد توی برنامه مثلا با این دیدگاه بیاد که آقا من اوکی هم مثلا یه رابطه‌ای داشته باشم که کوتاه‌گذر باشه، این چی میگم، یه روزه باشه، این چی میگم، این اصلا نمی گنجه برای من به شخصه، چون که آدم برای این میره داخل رابطه که حالش خوب بشه و به نظر من غیر از این باشه نه اوکی نیستش و در نظر میگیرم، کاملا در نظر میگیرم چیزایی رو اون برداشتی که مثلا یکی آره بیرون میگیره. ممکنه بعضی موقع ناخواسته یه چیزایی باشه که حالا از نظر مخاطب اینطور باشه که چرا این طوری شد، ولی خب منم بعدش میفهمم، کامنت ها رو میبینم، هی دارم تلاش میکنم که اینو بهترش کنم. راستشو بخوای کامنت مدل یه اپیزود داشتیم هیچ مدلی نبود، هیچ مدلی، و اینا همش از کامنت ها میاد. حالا کامنت ها یه چیزای دیگه ای هم میاد، هیت کامنتس. آره زیادن. نیمه پر لیوان اون ویو است و توجه زیاده است و اینکه مثلا یه چیزی ترند شده و همه جا معروفه و اصلا موزیک میخونن براش و فلان و اینا. این آره موزیک هم نیمه خالی لیوان که شاید خیلی ها مثلا نمیبیننش، اون حجم از هیتیه که تو یا حالا کسایی که تو برنامه اون پشت دارن تحمل میکنن. تو اونو چجوری هندل میکنی؟ ببین خیلی سخته، اینکه اولاش که خیلی سخت، من یه دونه کامنت هم مثلا میگرفتم تو چنل خودم نبود، توی کامنت های خودم نبود، تو بودم که چرا مثلا این همچین حرفی زده، چرا مثلا اینطوری در مورد من مثلا نزد، در مورد که یه بارم من ندیدم. خب این خیلی زیاد بوده، ولی هی رفته بیشتر شد و این داستانه اینطوری شدش که خب آقا برای چی برن هیت میدن، مثلا تا الان تو رو یه بار دیدن میشناسن، نه 2-3 دقیقه هم حتی باهات صحبت نکرد از تو در رو که بخوام مثلا بهت هیت بدن. خیلی آدما بوده مثلا هیت میدادن، کامنتشون رو من دیدم رفتم پستشون رو لایک کردم، استوریشون رو لایک کردم و اومدم دوباره بهم پیام نوشتم ببخشید که مثلا همچین چیزی گفتم راجبت. عذاب وجدان گرفته برگشته. عذاب وجدانه که آقا تو وقتی که منو نمیشناسید، یعنی واقعا یک بار منو ندیدی از نزدیک، میتونم آقا هر چیز دوست داری بگو، فضای مجازی تو پولشو داری، گوشیشو داری، هر چیزی میخوای در مورد من میتونی بنویسی، اوکیه این قضیه، مشکلی نداریم، ما کلا با قضیه هیت مشکلی نداریم و من نمیگم که آقا شما حق ندارید راجع به کسی نظر بدید، نظر رو زیاده، حقم داریم نظر بدیم اوکیه، ولی خب این که این چه میگم یه ذره حلش میکنی تو خدا. بعضی موقع یه جاهایی میشه که طرف میاد کاملا به خانوادت هم حتی دیگه توهین میکنی، تا که بابا دیگه اوکی من اینجا با من کارش داره دیگه، با اون چیکار تو داری؟ توقع داشتی اگه خودت میرفتی تو برنامه بلایند دیت، خب بینت یه دیوار بود با یکی دیگه، اون یکی دیگه چه ویژگی‌هایی داشت؟ ببین طرف اگه کنسله نگی. شانس نه کی کنسل حالا گفتم گفتی آره، این آخه این خیلی علنی جاج بدیه. یکی اومد مثلا گفتش که طرف کفشش فلان نباشه کنسله، گفتم که اوکی چه ربطی داره، تو مثلا میتونی در مورد شخصش بگی مثلا کنسله مثلا همچین کاری کنه، ولی در مورد مثلا چیزای ظاهری به نظرم بیهوده است، طرف اینو نشته یه سری چیزا آخه مشخصه، مثلا خیانت کنه که اصلا خب اونو که دیگه همه میدونی، قانون نانوشته است معلومه، ولی اینکه علاوه مثلا تیپ و استایل و اینا بگی، مطمئن باش اونی که تو داری میگی کنسله برای یکی مرد یا زن ایدئالشه دیگه، پس نمیشه کنسل باشه. بلوند مشکی آخه ظاهری بگم همه میگن ظاهر پرسته، خب نه دیگه، ظاهر هم مهمه، ظاهر مهمه، لاغر، صورت استخونی، آره صورت استخونی، دماغ قوزدار، نه دماغ عملی، نه طبیعی آره، مشکی، لاغر، کم آرایش. آره دقیقاً مشکی رو گفتی و یه سرنخ دادی. آره کسایی که میگم بلوند یعنی که ببین طرف واقعا یه نه خب بلوند طبیعی. من کسی که میگه بلوند یعنی که مثلا تو برنامه گذاشتیم مثلا اومده گفته که
تایپ من دختر خیلی ساده است ولی باید دون باشه. ببین فالوینگاشو چک میکردی دقیقاً همین بودن و این تو بودم که اوه خب این میشه همون فیکه که گفتم. اون جلو دوربین یادش میره که واقعا داره چیکار میکنه. آره میگن ساده مثلا یکی بود یکی از یزایی بود که من زد کردم گفته بود که آقا من ساده دوست دارم، من ساده آوردم کنارش و از اون طرف کلا مثلا من بهش صحبت کردم گفتش که تایپ هم نبود. گفتم که بابا مگه ساده نمیخواستی؟ گفت نه این خیلی ساده بود. گفتم دیگه خب دیگه ساده راهش با ساده فرق میکنه یعنی چی؟ یه ساده داریم یا عملی دیگه ببخشید. یه سری عملا هستش که خیلی مشخص نیست. اوکی آره بعضی زمانه هست واقعا میشه همون میانگرا میشه. حالا واقعا حالا ظاهر فکر می‌کنی چند درصده؟ ببین ظاهر مهمه ولی من ظاهر رو میگیرم 40. واقعا عدد درستیه. آره جدی یعنی ببین حتی 41 مثلا 59 هم نی. اگه من یه طرف اون قضیه بودم کیو میشوندی اونور؟ یعنی اون چه المانای ظاهری داشت یا شخصیتی؟ ببین با شناختی که از تو دارم تو اصلا از چیزی کوتاه نمیاد، مثلا چیزایی که خودت روش قبول داری. من قطعا یکی رو میآوردم که به اینا قبول نداشت. دعوا سنگین. من همیشه به مخاطب فکر میکنم بالاخره مخاطب باید یه تخمی اون وسط بشکونه دیگه، یه چایی باید بریزه دیگه. این یه چپتر جدید باز کرد تو برنامه‌هایی که بچه‌ها میان میشینن و اینا. تو قبل از این که خب اونا که ندیده بودن هم دیگه رو، تو اینا رو میومدی تو ذهن خودت میذاشتی کنار همدیگه، به سمت این میخواستی ببریشون که به همدیگه برسن یا بیفتن به جون همدیگه. ببین مثلا من بلندیت مجید و نیوشا اصلا چیزی نبودش که من بخوام اینو به جون هم بیفتن. اون که گفت غذا بخوری فلان. آره از آمریکا اومده بود نیوشا جان. ببین اصلا من همچین برنامه‌ای نداشتم. من گفتم ببین من میخوام این دوتا لایک بدن، بعد اینطوری شد اصلا یه بلایند دیت شد. یکی از پربحث‌ترین بلایند دیت هایی بود که من داشتم. پرحاشیه که بود داشتیم بلایند دیت زیاد داشتیم. خب مثلا تو وایرال ترین برنامه‌ت همین الان هم فکر کنم پر ویو ترین مرام و ستاره بودن. آره ببین آره یکی از وایرال ترین و محبوب ترینش شد. پشه الان تتلو کیر میداد اگه اینجا بود. ببخشید اوکی ولی کشتم مثلا من حس خوبی دارم میتونم که آره اون اصلا حس خوبی نداره ولی من به خدا آدم مظلومی است. نه دیگه پشه اوکی تو رو خدا احساسش نکن بر پشه. ببخشید بچه ناخواسته بود. آره یارو خودش الان ما مگس کش درگیر اون زیر داره با اون یکی دستش کامنت میذاره که آجی تو چرا پشه کش. من دقیقاً داستان مرام ستاره بخوام بگم خیلی جالبه. همه کسایی که اومده بودن تا مرام ستاره به هم دیگه دیسلایک داده بودن و ما اینطوری بودیم که بابا ما میخوایم 2 نفر به هم لایک بدن، چه اتفاق نمیفته. همه تلاشمون رو داشتیم میکردیم. ستاره تایید شده بود از نظر سوژه و ما میخواستیم با ستاره یکی رو بندازیم که نمیدونستیم کی باشه. من رفتم خیلی از سوژه‌ها دیدم. حالا یکی از سوژه‌ای که دیدم به نظر من خیلی خوب بود، الانم اگه داری ویدیو می‌بینی سلام، سپیسوی بخشی بودش. تکون بده دست تو برام. چرت. یکی از پارکورهای خیلی خفن که من گفتم که با ستاره به نظرم ترکیب جالبی میشن، ولی خب سنش کمتر از ستاره بود، یه سال چند سالی ازش کوچیک‌تر بود. ما رفتیم از حالا دوست ستاره عرفان بود دیگه، ما رفتیم پرسیدیم ببینیم آقا تایپ ستاره چیه، چه نوع تایپی داره که ما نزدیک باشه به هم یه لایک بدن، حداقل این کارو کنن. بعد گفتش ما مثلا گفتیم 021 بخشی می‌خوایم بیاریم، عرفان گفت این اصلا به هم دیگه نمیخورن، این دوتا اصلا من مچ نمیشن. بعد من اینطوری بودم چی کار کنم؟ بعد بخشی گفتم که ببین یه مشکلی پیش اومده که من میخواستم بخشی رو برای بلایندیت های بعدی چیز کنم که حالا پیش نیامد واقعا و ما 1 روز مونده به روز ضبط، یعنی همه چی اوکی بود. من استودیو گرفته بودم، همه سوژه اوکی بودن، تیم اوکی بود، همه چی اوکی. سوژه یه پسر نداری. چند روز قبل برنامه هستی؟ 1 روز. 1 روز من به فاصله 1 روز یعنی تیممون مرامو پیدا کرد، بهش تکست داد و مرام هم دقیقا هم 1 روز یعنی هم
فاصله 1 روز اوکی. اوکی داد و اومد سر ضبط و همچین اتفاقی افتاد و بازم به هم دیسلایک دادن. من اگه نگاه کنید ویدیو رو تهش اینطوریم، یعنی کم دیگری هم در بیاد. گفتم که وای چرا دوباره دیسلایک. حالا فکر کنم اونو میآوردی لایک میدادن تو دنیای موازی. خیلی بهش فکر میکنم. دوباره اگه فکر میکردم اگه مثلا میآوردمش دوباره همچین اتفاقی میفته، اصلا کلا ممکن بود جهت همه چی عوض شه. برای ایده ها چقدر وقت میذاری؟ ببین اتاق فکرمون که بخوام بگم اونقدر بزرگ نیست، چون که از نظر اتاق فکر بخوام بگم خودمم ادیتورمه، بعد حالا منیجر 3 نفر. آره ولی خب این تو ما 3 نفری هستیم خیلی فکر میکنیم، مثلا نظر میپرسیم از بقیه، از خیلی از دوستامون هم حتی نظر توی میخوایم. اخلاق خیلی باحالی که داری اینه که مثلا بیرون هم میریم میشینیم و اینا بقیه رو درگیر میکنی، یعنی مثلا میپرسی مثلا به نظرت این کارو بکنیم باحال نیست. آره از خودت هم خیلی پرس. آره این خیلی نکته خیلی مهمیه که از بیرون دوست داری ببینی که بقیه چی بهش فکر میکنن تا اینکه مثلا فکر کنی یه حرکتی کردم گرفته دیگه خودم میرم تو درش. یکی از مشکلات این باگایم که این دارم، من سری ویدیو نمیدم، یعنی سری ویدیو نمیدم، هفته یه دونه ویدیو رو نمیدم. خیلی اگه من هفته یه ویدیو میدادم واقعا تا الان ویوم خیلی بیشتر حفظ شده بود. این چی میگم؟ ولی خیلی برام مهمه این داستان که آقا دیگه مخاطب چی میخواد ببینه. وقت بیشتر میذاری، خروجیت هم با کیفیت تر میشه. آره اوریج فکر کنم تایمت هم مثلا 40 دقیقه اینا شده، نه 40 دقیقه شده. 40 دقیقه شد. بعد نگاه میکنی که چقدرشو نگاه میکنن. آره ریتش خوبه قشنگ. آره ریتش توی تیبک یه ذره کم بود که تیبک مسائلی بودش که خیلی اجتماعی بود. تا الان من یه دونه کامنت منفی در مورد تیبک دریافت نکردم. خیلی اوکی بود، داستان همه چی اوکی بود. توی 2 نفر نشسته بودن که حالت پادکستوری بود، صحبت میکردن. ولی برنامه هر چقدر ویوش بیشتر، دردسرش بیشتر، نقدش بیشتر، حاشیه‌اش هم خیلی بیشتر. ببین یادم آکادمی گوگوش بود یا مثلا استیج بود که خب وایرال ترین برنامه ایرانی بود دیگه، که همه مثلا سر فلان ساعت نشسته بودن و اینا. بعد به محض اینکه تموم میشد یه سری آدما میومدن بیرون شروع میکردن مثلا تایتل میزنن افشاگریه مثلا پشت پرده برنامه مثلا فلان چیز. از این داستانه نمیترسی؟ از این داستانه ببین تا وقتی که چیزی نباشه نمیترسم. آخه مسئله اینه که واقعا بعضی موقع هیچی نیست. آره بعضی موقع همین دارم میگم، تا وقتی چیزی نباشه نمیترسم، ولی امون از آدمی که یه جایی توی سفره نون و نمک هم دیگر میخوریم ولی اینو اصلا در نظر نمیگیره و یه جوری میزنه میشکنه همه چیو. من یه مشکلی که دارم پاشا اینه که من با سوژایی که میان تو برنامه‌ام دوست میشم. خیلی به من میگن این کار رو نکن، ولی خب میتونم که ببین دوستی واقعا با کار من اتفاقا سیاست غلطی نیست. ببین یه سیاست داشتن نیست. من مثلا بعضی موقع باعث شده مثلا یکی دوستم بوده یه کاری انجام دادم که من اصلا نباید اون کار انجام، من اصلا نباید مراعات میکردم. طرف اومده حرفایی زده مثلا نباید اصلا مراعاتشو میکردم. این چی میگم، خیلی با جدیت بیشتر باید جوابشو میدادم. و اصلا من کلا دوست ندارم وارد این داستانا بشم، حاشیه بشم. تا الانم نبوده، مثلا این آکادمی گوگوش داری چیز میکنی پیش نیومده برای من. ببین یه سری سوال میخوام ازت بپرسم، اینا مال اون پیج قبلی منه که دیگه از رده خارج شده. سوالای مال 2018. یا خدا. ترجیح میدی با یه کسی دیت کنی که دوستت داره ولی هیچ حسی بهش نداری، یا کسی که دوستش داری ولی هیچ حسی بهت نداره؟ این که سوال بلایند دیت من بود 2019. آره تاریخ داریم. نمیدونم، شاید هم واقعا مثلا من سوال تو هم دیدم، نمیدونم. من آخه سوالام خیلی از همه جا جمع‌بندی شده. آره حالا این سوالم که فقط به ذهن من نرسید، احتمالاً تو اینترنت هم بوده دیگه. دوستش دارم ولی بهش حسی نداشته باشم. چجوری میتونی دوستش داشته باشی بهش حس؟ نه دوستش داشته باشم اون به من. آره. نه من دوستش داشته باشم اون دوستم داشته باشه. تو دوست داشتنه رو ترجیح میدی به دوست داشته شدنه. آره. این جمله درسته یا غلطه؟ هر انسانی بالاخره یه قیمتی داره. نه غلطه. به نظر من درست. پارتنر باثبات، پارتنر خوشتیپ. اینو بذار تو برنامه. خوشتیپ. این کات نیست. سکوت با در خودت چی خب؟ نگو باثبات. چون سوالو من اینجا عوض کردم نوشته بودم همسر باسواد، همسر خوشتیپ، ولی الان کردمش پارتنر. اگه پارتنر باشه ترجیح میدم خوشتیپ باشه، ولی اگه قراره
جدی باشه ترجیح میدم باسواد باشه. خوب در رفتم. به نظر قوی بیای ولی ضعیف باشی، به نظر ضعیف بیای ولی قوی باشی. به نظر ضعیف بیای ولی قوی باشی. حالا من بهت میگم درصد بیشترم چی زدن ها. تو اکثریت یعنی 87% این بودن. نابغه ای باشی که هیچکی قبولش نداره یا احمقی که همه قبولش دارن. خیلی کلیشه. یعنی مثلا من بیام بگم احمقی که همه قبولش دارن، من هم چیزی الان میام بگم نه. میخوای من بگم؟ بگو. من میخوام احمقی باشم که همه قبولش دارن. ولی اگه چیزو میگفتی، احمقه رو میگفتی، امکان نداره. گفتم بذار زد باشیم که به یکیمون گیر بدن. دارکه. عشق واقعیت رو پیدا کنی ولی بدونی که 1 سال بیشتر عمر نمیکنه. آره. یا اینکه اصلا پیداش نکنی. خب قطعا پیدا کنی 1 سال هم نکنه دیگه، فوقش بوت میکنه دیگه. فوقش آخه خیلیه دیگه. حالا فوقش آخه به نظر من آدما واقعا یه جایی بالاخره تموم میشن، فرق نمیکنه. این تو باید بالاخره تو باید این آمادگی رو داشته باشی که هر چیزی شد. آره ولی مثلا 1 سال من تازه تو 6 ماه طول میشه آره. رد فلگ یارو بفهم چیه. رد فلگ یارو بفهم چیه. او مای گاد، او مای گودنس. شما باید تو بلایندت ما شرکت میکردی. نه باشه. اینم آخری. اون قبلی هم گفتم آخری ولی ما خوب داره در میره. کدوم دکمه رو تو زندگیت کم داری؟ پاز یا فوروارد؟ پاز. تو لحظه بمونه. آره اینطوری هم بعضی جاها انقدر هست همچین میگن استاپ دت استاپ. این چی میگن؟ تو اینکه وایس تو رو خود چی بگم او مای گاد stop that dirt. Hey guys it's Vinny. برعکس شد الان. این همه سوال از من پرسیدی، چند تا سوال ازت کنم بپرسم؟ ساده. خیلی ساده. ببین انقدر ساده است. یه فکت جالب که هیچ کدوم از مخاطبا راجبت نمیدونن، تا الانم نگفتی. من یه موزیک و موزیک ویدیو 6 و 8 دارم که خوندم، ولی اینو فکر کنم یه سریا میدونن. یه CD بود به مال کیه، روی DVD یکی از دوستام اینو زده بود، بعد ادامه CD یه فیلم رایت شده بود. یعنی من تا میومدم وسط بخون یه یارو مشغول میشد. جوری بودم و اون دیویدیه نمیدونم، یعنی اون دیویدیه یه جای این دنیا هست که بعد از ورس 6 و 8 من یه اتفاقی میفته که اون واقعا شبیه خوابه. یعنی اون رسما هم پاشا داره 6 و 8 میخونه، بعد کات میشه. کاش با اینو جیسن. بشد پیدا کنم. آره خلاصه اگه احتمالاً دوستای نزدیکم پیش یکی از اون اگر یک نفر 24 ساعت جای تو زندگی میکرد، هر چیزی که تو الان تجربه میکرد، کامنتات، دایرکتات، همه چی، همه اینا رو میدید، کاری که میکنی، بازم باهات دوست یا نه؟ دوست نه، پارتنر. به عنوان پارتنرت. چرا فکر میکنی؟ آخه همه یه ساید چیز دارن که مثلا شاید ساید پرایوت، یعنی مثلا پرایوسی خودش رو طرف داره و نمیدونم. آره احتمالاً. آره مثلا آدم نکشتم یه لو بره ولی آره فکر کنم میموند بستگی به شنبهش. اوه یا خدا. ببین یه سال دیگه، با چه شخصی دوست داشتی تا الان یه ویدیو داشته باشی که به نظر جاش توی چنلت خالی؟ با ایمان داشتم ولی دوست داشتم با کومان داشتم. بعد دوست داشتم ویدیومون قشنگ ونکوور بود. میا، کوروش، ایمان، یکی از یوتیوبر، 3 تا از یوتیوبرین که من خودم دوستشون دارم. اصلا واقعا میگم انقدر خیلی عزیزن بین همه، هم قدیمی ترن هم با کیفیت ترن. حالا یه خاطره بخوام بگم، من اولین بار که مثلا داشتم مسابقه خیابونی رو ضبط می‌کردم، کوروش اصلا بعد این فیمه با من دوست نشد. کوروش و میا همچین اصلا بعد فیم با من مثلا اوکی نشدم. این چی میگن؟ مثلا بگم بلایند تو ساختم، مثلا منو فالو کردن و مثلا من فالوشون کردن، همچین چیز نبود. من از اون موقع که استارتو زدم من کوروش رو فالو داشتم. همین داستانی 1 تا 10 به خودت چند میدی. آره از اون موقع، یعنی اون موقع کوروش منو فالو کرد و من اینطوری بودم که یکی از یوتیوبرها مورد علاقه‌ام بالاخره بهم یه فیدبکی نشون داده. خیلی اون موقع من هیجان زده شده بودم و
از اون موقع مثلا اون موقع به من دایرکت داد گفتش که کاندیداتو میبینم خیلی جدید و باحال و کوله، حالا ندیدم تو ایران مثلا همچین چیزی باشه، مرسی که نشون میدی، چون که من خودم خارج از ایرانم نمیتونم خیلی چیزا رو ببینم. این چی میگم؟ آره. دوست دارم مثلا تو خیابونا رو ببینم چی آره. رد میشن، چی به چیه. و اینطوری بودم که کفته اون من بود. اون لحظه اینطوری بودم که خب جای پیشرفت هست. چی میگم؟ وقتی از یه نفری تو یه تشویقی از یه نفری که دوستش داری مثلا مهمه برات یه تشویقی میگیری، دوری که خب بزن بریم تو کارش. تا الان با کسی که حالا ویدیو درست کردی خیلی دوستش داشتی کی بوده؟ الان تو به غیر از مثلا کامبیز و اینا که ما هم دیگه همکار بودیم دیگه، الان تو ذهنم احسان منصوری میاد دیگه. احسان منصوری واقعا با کلاس یوتیوب فارسی به خودش هم گفتم، ولی جدا از اون برنامه‌ای که خودم بعدش اصلا خیلی حال و هوای باحالی داشتم، برنامه یه جایی فکرم پرویو ترین برنامه چهل هم هست با تینا و سحر بود دیگه. خیلی با نمکن دوتا، واقعا گوله نمکن. آره اینجوری بود. یکی از مسابقه کنندهایی که کلا قبولش نداری؟ واقعا یه اسم بیشتر تو ذهنم نمیاد خب، ولی اگر فکر کنم بدونم، ولی اگه اونو بگم همه فکر میکنن که تقریبا الان پرویو ترین مصاحبه ها رو اون داره توی فارسی درست میکنه. خب همه فکر میکنن که به خاطر همه فکر میکنن چون ویو داره میگیره من دارم اونو میگم، ولی من میگم اگر اون حجم از ویو رو من داشتم، کوالیتی که وقت براش میذاشتم و درست میکردم، حداقل کیفیت صدا، حداقل کیفیت تصویر، حتی اون آدمایی که دارن میان آدمایی هستن که هر مصاحبه‌ای رو قبول نمیکنن. خب وقتی یه بار طرف داره میاد تو برنامه، یه تصویر خوشگل با یه صدای خوشگل ازش بذار تو ذهن مردم بمونه. بی احترامی نیست، حالا بذار اصلا اسمم بگم، مثلا علیزیا، خب بی احترامی نیست، واقعا داره، میدونم تولید کردن برنامه خیلی سخته، میدونم هزار تا مسئله داره، ولی کاش الان که تو انقدر ویوت زیاده کیفیتت هم میبردی بالاتر. یعنی اون تکون دوربین و اون صدایی که دوربینه اون چیه میکروفونه اون ته و اینا دیگه برای چنل اون همه سابسکرایبر با 1 میلیون خورده ویو درست نیست. به من یه داستانی بگو. به من مثلا من در ازت مصاحبه میکنم، من بچه بودم ممکن عجب آفرین، ولی کاش میذاشتی جمله تموم شه بعد میگفتی عجب. نه ولی واقعا اینو گفتی، داستانا رو تعریف کنم. من شاید یه برنامه یه سری آدم داشتن که منو بدزدن. چی؟ آره من بچه بودم، بعد یه اتفاقی داشت میافتاد که منو یکی داشت میفرستاد دنبال نخود سیاه که برم دم در که بعد بکننم تو ون ببرنم. این داستان خیلی واقعیه. من دارم فکر می‌کنم اگه رفته بودی چی میشد. احتمالاً واقعا باید میگفتی عجب. اینجا هم دمت گرم. قربونت برم. خیلی خوشحال شدم که حالا اینجا بودم، حضور داشتم و اینکه مرسی بابت دعوت. دمت گرم بابا، دمت گرم اومدی، کلی کارت درسته و بهتره کنی. چاکس. تو خراب کردی همه چیز خودت، تویی که زدی زیر گلت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به جا روز. تو خراب کردی همه چیز ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت